یه صبح دیگه وسط خیابون. دیگه بلایی نمونده بود که تو این ولاگ سرم نیاد. قرار بود 7 صبح پاشم که 8 لیزر باشم ولی ساعت دیر کردم. باورتون میشه؟ انقدر سرد بود داشتم یخ میزدم. از اونجا هم رفتم باشگاه. کارم که تموم شد تو مسیر برگشت هوس شیر کردم. رفتم شیر بخرم که اینجوری شد. بعدم رفتم عطاری که ذرت بخرم پوفیلا درست کنم. اونجا هم اینجوری شد. صاحب مغازه نبود. یه پرنده اومده بود تو مغازه گیر افتاده بود. قشنگ 2 دقیقه منو پرنده داشتیم خودمونو به در و دیوار میزدیم از ترس. عصرش هم رفتم پالتومو ببرم خوشی. اونجا هم همش فریک اینو داشتم که الان یه اتفاق واسم میفته. راستش یکم مشکوک بودم چون هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. گفت برو 2-3 ساعت دیگه برگرد. وقتی برگشتم دیدم به به صاحب مغازه چه آهنگی گذاشته. تبریک میگم بدون هیچ اتفاقی پالتو رو گرفت. شاید باورتون نشه ولی من زنده‌ام. تو ولاگ بعدی هم میبینمتون.